سلام بینندگان عزیز. ساعت به وقت پراگ 10 است. من میرزا نبی خالقزاد از قرارگاه مرکزی رادیو آزادی در پراگ برای شما سرخط موضوعهای برنامه اخبار آزادی را معرفی میکنم. برنامه ساعت رس و 5 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو مستقیم نشر می شود و ثبتش را هم می توانید ببینید. در تاجیکستان 4 نفری را می‌جویند که احتمالاً با نفری سیرویل یافته به کرونا ویروس تماس داشتند. در این باره امروز دادستانی کلی تاجیکستان یوسف رحمان ضمن برآمدش در اجلاس مجلس ملی خبر داد. به گفته او روز 15 مارس امسال 10 شهروند تاجیکستان از استانبول با تاشکند آمدند. در این هواپیما همراه آنها همان شهروند ازبکستانی بوده است که بعداً در او ویروس کووید 19 آشکار گردید. جزئیات این را در برنامه خبری برایتان میرسانیم. و حالا همچنان که یک خبر تازه به دست ما رسید، دادستانی کل تاجیکستان یوسف رحمان امروز گفته است که با دولت‌های اتحادیه اروپا برای استرداد رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری با دولت‌های اتحادیه اروپا مذاکره پیش برده ایستاده است. سفارت روسیه در تاجیکستان میگوید چند روز اخیر از شهروندان روسیه ده‌ها درخواست گرفته است. شهروندان هم به طور خطی و هم به طور شفاهی در مسئله سفر به روسیه مراجعه کردند. به قبل سفارت منع ورود خارجیان به روسیه و کاهش پروازها به این کشور بنابر توسعه کرونا ویروس شهروندان را به تهلکه انداخته است. طبق آمار رسمی در روسیه تا روز چهارشنبه 147 حادثه گرفتاری با ویروس کووید 19 به قید گرفته شد که در مقایسه با کشورهای اروپایی کم است. ولی خطر سرایت کرونا ویروس مردم روسیه را به ذخیره نمودن غذای مورد اعتماد از جمله مرجمک و یا به زبان روسی گریچکا وادار کرده است. به قبل کارشناسان هرگاهی که در سابق اتحاد شوروی و یا روسیه معاصر مشکل و بحران پیش میآید، روس‌ها به ذخیره نمودن محض گریچکا میتابند. در این باره گزارش خواهیم داشت در برنامه خبری و با هم میبینیم. حالا برمیگردیم به تاجیکستان. دادگاه ناحیه سینای پایتخت دعوای دولت حبیبوف نامزد مستقل به مقام وکیل شهر دوشنبه و پسر ژنرال عبدالله حبیبوف را درباره بیکار کردن نتیجه های انتخابات در حوزه رقم 44 این ناحیه رد کرد. مقامات دادگاه روز 18 مارس گفتند که شکایت حبیبوف اساس ندارد و مهلت شکایت کردن هم گذشته است. دولت حبیبوف ادعا دارد که در انتخابات روز 1 مارس در حوزه رقم 44 ناحیه سینا تقلب و ساخته‌کاری صورت گرفته نامزد مغلوب وارد مجلس شهری شده است. تفصیلات را 3 ساعت پس در اختیار شما می‌گذاریم. یادآور میشم که انتخابات مجلس شهر شنبه در برابر انتخابات پارلمانی تاجیکستان روز 1 مارس برگزار شده بود. دادگاه مسکو دیروز مسئولان تشکیل بی‌ترتیبی‌های عمومی در قبرستان خوانسکی را به زندان محکوم کرد. بنا به اطلاع کمیته تفتیشاتی روسیه، حکم در نسبت رهبری سازمان زدروی ناتسیا و شریک او صادر شده است. سال 2016 به هنگام زنازانی در قبرستان خوانسکی 3 مهاجر تاجیک کشته شدند. سال 2018 دادگاه مسکو 16 نفر را با جرم دست داشتن در این زنازانی‌های خونین به زندان محکوم کرد. و در شهر کولوب با فعال شدن فابریکه پرنده پروری سمن در بازار این شهر هم نرخ تخم پایین رفته است. این کارخانه در یک شبانه‌روز تا 50,000 دانه تخم استحصال می‌کند. مسئولان می‌گویند تصمیم دارند استحصال تخم را تا 3 برابر زیاد کنند. به حالا برمیگردیم به مسئله کرونا ویروس. ضمناً بحث کرونا ویروس باعث آن شد که در پارلمان هلند وزیر تندرستی بیهوش شد. وزیر 56 ساله گفت که سبب این حالتش فشارهای هفته اخیر است که او را خسته کرده است. و بینندگان ارجمند، این بود فشرده موضوعهای برنامه امروز. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و از کلاسیک همراهی کنید. خدا نگهدار شما.